294 سال پیش در عصر وحشت دوران انقلابان ایران 28 شهریور ماه سال 1108 جنگی بین سپاهیان نادرشاه افشار و اشرف افغان در این لوکیشن کنار رود مهماندوست رخ میده. اشرف 50,000 نیروی خودش رو در 2 دسته 25,000 تایی به رهبری سیدال خان و محمد امین خان سفارایی و آماده نبرد میکنه. در سوی دیگه قوای 25,000 نفری نادر که از تفنگداران پیاده، سوار نظام‌ها و توپخانه تشکیل شده بودند، به صورت منظم و یکپارچه آرایش جنگی به خودشون می‌گیرند. اشرف توی این جنگ یک روزه شکست می‌خوره و از سمت ورامین و ری به اصفهان عقب نشینی و آماده نبرد دوم میشه. بنیانگذار دودمان افشاریه آخرین فاتح آسیای میانه هم لقب گرفته. نادرشاه فقط در 11 سال حکومت خودش تونست افتخارات زیادی برای ایران برمغان بیاره. بیرون کردن افغانهای هوتکی، روسها و عثمانیها از ایران، یکپارچه سازی کشور، بازپسگیری سرزمین‌های از دست رفته، فتح ترکستان، فتح هندوستان از جمله دستاوردهای مهم نادر بود. اشرف افغان 4مین پادشاه دودمان و هوتکیان بعد از به قتل رسوندن پسرعموی خودش محمود افغان به قدرت میرسه و در 4 سال پادشاهی خودش به قسمت‌هایی از ایران حکمرانی میکنه.